خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام دوستان. خب من قسمت سامپلر رو توضیح دادم و اومدیم سراغ ویدیو بعدی. تو پارت قبلی گفتم که این قسمت وقتی میایم اینجا میتونیم ولوم، پن، پیچ، اتک، ریلیس و تونش رو تنظیم بکنید. خب و وقتی میخواید اضافه کنید به این قسمت میایید، روی این قسمت کلیک میکنید. مثلا بورز وان شات رو میزنید، ثبت میکنید، اینجا قسمت رو میاره. اینجا پکس رو داره که به صورت پک تو این قسمت میاد، یعنی کل این پکی که دانلود میکنید این قسمت کلا میاد. و لوپس رو داره، کلیک میکنید به صورت وان شاتس نیست و وان شاتس که از اینجا شما میاید به صورت وان شاتس و کوتاه هستش. مثلا این 3 ثانیه رو من کلیک میکنم تا پخش بشه. این یکی از اینجا، این مثلا یک کلاپ. این کلاپ رو شما انتخاب میکنید. تو نسخه دسکتاپ به این قسمت میاد. تو نسخه دسکتاپ وقتی کلیک میکنید روی سامپلر نمیاد. یه مقدار سایت بنلابینگار به مشکل خورد و پرید بیرون و معذرت میخوام. خب دوباره بریم که از این قسمت بگم. خب بعد وقتی وارد سایت بنلاب میشین، نسخه وب بنلاب میشین، میان تو کرییت رو میزنین و یه نیو پروژکت رو سانگ استارتر اینجا براتون میاره. این که همون که تو موبایل براتون نشون دادم که این با هوش مصنوعی است و این با نیو پروژکتی که شما خودتون میخواین وارد استودیوشون و به صورت دستی و شخصی بسازین. وای میسم تا لود بشه. خب این الان یه صفحه کاملا خام و هیچ به تمام معناست که شما میخواید اینجا اضافه کنید. وایس همون زد، درام ماشین که بیت سازی سریع هستش، گیتاری که شما به صورت دستی میخواین بزنین، مربوط به ساز اینسترومنت نمیشه، و گیتار دستی و بیس دستی هستش که شما میخواین ضبط بکنید. و سامپلر هم که براتون توضیح دادم که میزنید اون قسمت ها میاد. خب مثلا من این اینسترومنت رو اینجا انتخاب میکنم. مثل موبایل میخوایم بریم که خب اینجا کیبورد رو برای شما میاره. اینجا میایین که خب اینجا میتونید گامو تنظیم کنید. وقتی شما این قسمت رو فعال میکنید و یکی از کلیدها رو فشار میدید، ببینید چه اتفاقی میفته. به این صورت برای شما اینطوری میشه. ولی این قسمت رو خاموش کنید، هر کدوم به صورت تکی میزن. من دارم از روی دکمه کیبورد میزنم به خاطر این قسمت